دیگه شلوارایی که برات تنگ شده رو دور ننداز. یا حتی اگه بار داری میخوای شلوارت گشاد شه، این ایده عالیه. حتی اگه خیاط نیستی این ویدیو رو به خیاطت نشون بده تا برای شلوارت رو به همین راحتی گشاد کنه. برای انرژی بیشتر این ویدیو رو لایک کن. برای این کار از یک کش 5 سانتی یا 7 سانتی استفاده میکنیم. دور تا دور کار رو سنجاق میکنیم. چون زاویه داره اول قسمت هفتی پایین رو میدوزیم و این گوشه هایی که زاویه داره رو چرت میزنیم. اگه از اکسپلور میای حتما بقیه پستای ما رو هم ببین، پیج ما رو هم فالو کن چون کلی ایده های باحال داریم.